ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хуҷампур. гуфтори 47. کتاب یکم با شعاری به سوی پایندگی سال 2018 مجدداً انتشار گردیده. نشر 11 در پیشگفتار هدف، مقصد و ماهیت آن بازگو شده است. بنا به نگاشته مؤلف با فرارسیدن استقلالیت و زبان دولتی اعلان شدن زبان تاجیکی، مسئله زبان اهمیت خاصه پیدا کرد و به حد مبرم گردید که آن را میتوان یکی از پدیده های مهم شعور ملی و افکار جمعیتی این سالها نامید. سیوم، استفاده ضرب المثل و مقال برای تقویت فکری مؤلف. مثلا ضرب المثل معروف کار امروز را به فردا مگذار در شاهنامه چنین آمده است: از امروز کار به فردا ممان، کی داند که فردا چی گردد زمان. ضرب المثل خود کرده را دوانیست در شاهنامه چنین کاربست گردیده است: چی با دفره است این برآورده را، چی سازیم درمانی خود کرده را. چهارم، بعضی کلمه ها که شاید در آن عهد دایره وسیع استعمال داشتند ولی حالا خصوصیت عمومی استعمالی خود را از دست دادند، در برخی از شیوه های زبان تاجیکی باقی مانده اند. مادن در، ماین در، پسن در، دختن در، خسور، کاج، آلوس، شال، کش، زیری بغل، کو، سوک، دمه، تبار، یارستان، پشته، خره، پاییدن، فراز، کوز و غیره. با یک پای لنگو، با یک دست شال، با یک چشم کورو، با یک چشم کاج. معروفی. چون در تبارش بزرگی نبود، نیاریست نامی بزرگان شنود. فردوسی. پنجم، از آثار بازمانده این عهد و مشاهده می رسد که املا و تلفظ یک مقدار کلمه ها در آن روزگار استوار نبوده است و بعضی از این کلمه ها 2 یا 3 شکلی نوشته دارند: زمین، زمی، پهلوانی، پهلوی، آواز، آوا، کژ، کج، کوژ، کوز، باشگونه، باژگونه، واژگونه، هیج، ایچ،
باج، باج. غمی، غمگین، غمین. کینه، کین. سراسیمه، آسیمه سر، آسیمه. گسیل، گسه. زبان، زوفان. یاوه، یافه. لاجورد، لاجورد، لاجورد. برنج، گرنج. ساربان، ساربان. دختر، دخت. پسر، پور و غیره. اگر پهلوانی ندانی زبان، ور از رود را ماورون نهر خوان. فردوسی. زوفان اندام شریف است. احمدی اخوینی بخارایی. ششم، برخی از کلمه های متداول عهد سامانی قابلیت سرمعنایی خود را امروز از دست داده، حالا اکثرا تنها به یک معنی استعمال می شوند. مثلا شهر، کشور، مملکت، دیار. شهر. خنک، خوش، سرد. جامه، لباس، خلعت، جامه. آهو، عیب، نقص، بیماری، علت، آهو. خواندن، دعوت کردن، گفتن، ذکر کردن، سرودن، قرائت کردن و غیره. هیونان به هیزم کشیدن شدند، همه شهری ایران بدیدن شدند. فردوسی. دو گوش و دو پایی من آهو گرفت، تهی دستی و سال نیرو گرفت. فردوسی. هفتم، دیگر از خصوصیت‌های صرفی زبان این عهد در برابر اسمهای مادی شخص و غیر شخص با پسوند آن گان جمع بستن اسمهای معنی و مکان است. اندیشگان، اندیشه‌ها. بوستانان، گلبونان، غمان و غیره. دری کاخ بر خویشتن بر ببست، از اندیشگان شد به کرداری مست. فردوسی. هشتم، در آثار این عهد عضوهای جفت بدن
غالباً در صورتی پیش از آنها شماره 2 آمدن هم با پسوندی آن وان جمع‌بندی شده اند: 2 لبان، 2 دستان، 2 چشمان و غیره. دو ابروانی سیاهش کمانی غالیه توز، 2 زلفکانی درازش کمندی مشکاگین. منطقی. باید گفت که این خصوصیت در اشعار شاعران بعدینه و حتی در ایجادیات دهانی مردم باقی مانده است. 9. در آثار این دوره همچنین جمع بستن کلمه های جمعی شکسته عربی با پسوندهای جمعبندی تاجیکی ها آن به نظر می رسد. عجایب ها جمعی عجب، ملوکان جمعی ملیک، نعم ها جمعی نعمت، آلات ها جمعی آلت و غیره. گر نعمهای او چرخی دوان، همه خواب است و باد فرح. رودکی. به بوستانی ملوکان 1000 گشتم بیش، گلی شکفته بر رخسارکانی تو ماند. دقیقی. عجایب هایی که از هر شهری خیزد. حدود العالم. دهم، در آثار این دوره بعضاً کلمه های عربی در شکل جمع دوگانه عربی استعمال شده اند: زلفین، آرزین و غیره. وان 2 زلفین بران آرزی او گویی راست، گلی خیریست بر از غالیه سر تا سر سیم. معروفی. یازدهم، شماره 2 در شکل دوان به معنی 2 نفر و گاهی با جانشین تعیینی هر استفاده شده است. نه از ریختن زان دوان کم شدی، نه آن خشک را لب پر از نم شدی. فردوسی.
پس هر دوان به طوس شدند. شاهنامه ابو منصوری. دوازدهم، در آثار این عهد بعضاً ارتیکلی ی به معنای یک می آید. برادر چو بشنید چنده گریست، چو اندرز بنویشت سال گریست. فردوسی. سیزدهم، مؤلفان این دوره درجه عالی بعضی صفتها را به، م، که، بر و غیره با پسوند این افاده کردند: بهین، مهین، کهین، برین و غیره. چو جوشن بپوشند روزی نبرد، زی چرخی برین بگذرانند گرد. فردوسی. چهاردهم، در آثار بعضی مؤلفان این دوره در عباره‌های اضافی رابطه نحوی معین کننده با معین شونده به طرز زبان عربی صورت می‌گیرد. یعنی هنگامی در شکل جمع آمدن اسم، صفت در شکل تنهای زنانه می آید. اعضای مرکبه، ادویه مفرده، امراض مزمنه و غیره. پانزدهم، هنگامی ساختن صفتهای مرکب اسمهای خاص هم استفاده شده‌اند. لیلی صفت، علی حکمت، یوسف روی، رستم دل و غیره. لیلی صفتان ز حال ما بی خبرند، مجنون داند که حال مجنون چون است. رودکی. شانزدهم، در آثار این عهد هنگام افاده شماره های مقداری گوناگونی به مشاهده می رسد. مثلا شماره 4 در دو شکل، 4 و 4. شماره 40 هم در دو شکل، 40 و 40. شماره 200 در شکل 200 و 200. شماره 300 در شکل 300 و 300. خود و نامداران 1200. فردوسی. شماره 500 معمولاً در شکل 500 استفاده می گردد. 1593 سال بود. شاهنامه ابو منصوری.
17 کاربست شماره های ترتیبی در آثار عهد سامانی با شکل و ساخت خود از زبان تاجیکی دوره های بعدی تا به امروز تفاوتی جدی ندارد. تنها شماره های ترتیبی دویم و سیوم در شکل 2 دیگر و 3 دیگر نیز افاده یافتند. گاهی بجای شماره های ترتیبی 1 و 2 کلمه های 1 و دیگر استعمال شدند. نام این 4 پسر، یکی روبیل و دیگر شمعون و 3 دیگر یهودا و 4 لاوی. تاریخ طبری. هجدهم در آثار این عهد کاربست جانشین شخصی سوم تنها او در 2 شکل او و اوی به مشاهده می رسد. مرا اندر حضرت عالی اوی حرص زیادت گشت. کتاب الابنیه. نوزدهم در آثار این دوره مرفع همه و می هم وظیفه بوده حالت پاست پزیتیوی دارند. سیاوخش را زنده گردیدمی، ز تیمار و دردش بپرسیدمی. فردوسی. چنان آوردی که من این از تو اندر نتوانستم خواستن. تاریخ طبری. بوی جوی موریان آید همی، یاد یاری مهربان آید همی. رودکی. بیستم در این دوره فعل زمان گذشته نقلی دوم از صفت فعلی زمان گذشته با افزودن شکلی کوتاه شده فعلی هست است در شکل تصریفی ساخته می شود. نگارینا شنیدستم که گاهی مهنت و راحت، سه پیراهن سلب بوده است یوسف را به عمر اندر. رودکی. برنج رسیدستم از خویشتن، که بر من بگرید همه انجمن. فردوسی. بیست و یکم
در زبان آثار نظم و نثری این عهد همچنین شکلی مخصوصی فعلی به مشاهده می رسد که بیشتر با مقصدی افاده دعا یا خواهش و التجا به کار می رود. این شکل فعلی از اساس زمانی حاضره فعل با یاری مرفعه عاد ساخته می شود. که رستم منم کیم مماناد نام، نشیناد بر ما تمام پوری سام. فردوسی. روانی تو دارنده روشن کناد، خیرت پیش جانی تو جوشن کناد. فردوسی. بیستودویم. در آثار این دوره مرفعه عاد در آخری فعلهای زمانی گذشته و حاضره همراه گردیده بیشتر دعا، آرزو و تمنا و ندای و تأکید را افاده می کند. کار چون بسته شود بگشایدا، وز پسی هر غم طرب افزایدا. رودکی. زمین چادری سبز در پوشدا، هوا بر گلان زار بخروشدا. فردوسی. همین مرفعه در افاده مراجعت به شخص معمولاً در آخری کلمه مخاطب افزوده می شود. همی گفت الا ای ردا خسروا، بزرگا سترگا دلاور گوا. فردوسی. دریغا نگارا میها خسروا، نبرده سوارا گزیده گوا. فردوسی. زبان ادبی عهد سامانی از نگاهی لغوی و صرفی و نحوی خصوصیت‌های دیگر هم دارد که در اثرهای تحقیقی عالمان وطنی و خارجی به طوری نسبتاً مفصل مورد بررسی و نتیجه گیری قرار گرفته است. شما گفتار 47 را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان به سوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقول شنیدید. کارگردان شیرعلی نزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.